جایی که تشریف آوردین کلیسای گریگور و ساروروویچ، ارمنی‌ها بهش میگن کلیسای گریگور، سازنده بنیانگذار این کلیسایی. جایی که الان از در دارین وارد میشین سمت راستتون جایی است که محراب حضرت مریم عیسی مسیح تو بغلش گرفته و خدمت شما عرض کنم دو تا پرده داره اینجا میبینین، یک پرده قهوه‌ای و یک پرده مشکی. اینا در سال 40 روزه مسیحیت، خواهش می‌کنم اینو توجه کنین با سوال نشه. اینا در سال 40 روزه مسیحیت دارن، ما در ایران کلا 30 روزه میگیریم. فرق روزه ما با روزه گرفتن اینا اینه که اینا همه چیز میتونن در طول روز بخورن به غیر از روغن حیوانی و خدمت شما عرض کنم که حبوبات و اینا، ولی ما از سحر مثلا روزه میگیریم مثلا تا افطار. ببینید این کلیسای گریگور ساروروویچ خدمت شما بنیانگذارش که الان خود آقای گریگور هست، دفن همینجا هست. کلا دو تا صلیب اینجا داریم، یکی در اجمیازینه و یکی در این کلیسای. خدمت شما عرض بکنم که در کلیسای ارتدوکس که این الان کلیسای ارتدوکسه و در کلیسای تفلیس کلیساش کاتولیک، فرق بین دو تا کلیسا، در کلیسای ارتدوکس شما اصلا از تابلو عکس استفاده نمیشه. ارتدوکس ها میگن استفاده کردن از عکس به نشانه بت پرستیه. شما الان که داخل هیچ عکس تابلویی نمیبینید. کشیکای کلیسای ارتدوکس حق چیز ازدواج داره، اونا حق ازدواج ندارن. خدمت شما عرض کنم اینا میتونن خدمت اعتراف داره، اونا حق اعتراف ندارن. یک وجهش مشترک بین اینا هست غسل تعمیره. همونجور که بچه در ایران به دنیا میاد از آن در گوشش میدن و به عنوان یک مسلمان پذیرفته میشه، در ارمنستان خود حضرت عیسی مسیح میگن در 6 ماهگی غسل تعمیر شده. بچه‌هایی که اینجا به دنیا دارن میاد تا 6 ماه نگه میدن لای خدمت شما عرض کنم که پتوهای لافل مال خود ارمنی هستن، با پماده فنون چرب میکنن، بدن بچه نگه میدارن تا 6 ماهگی. بعد از 6 ماه میارن کلیسا، اولین دعا در گوش بچه خوانده میشه، میبرنش خونه، 2 مرتبه شستشوش میدن، برمیدن میارن اینجا. توسط اولین کشیک 7 قسمت بچه بدنه میگیرن، صلیب میکنن، 2 تا زانو، کف دست، پیشونی و پا، و به عنوان یک مسیحی پذیرفته میشه. یک عده‌ای هستن از خداوند از پروتستان هستن که از انگلستان برخواستن. توضیحشون اینه که میگن عیسی خود خداونده. من تو لیدر شمایم، یک نفرم 3 تا نقش دارم. اینا میگن پدر، پسر، روح مقدس. در اصل میگن عیسی خود خداونده. خود ایرانی هم خبر دادن میگن آقا بله این درسته. چرا؟ چون خود خداوند به تمام اعمال مردم شاهد و ماجرا. ببینید وارد کلیسا که دارین میشین هیچ کس عینک دودی نداشته باشه. سکوت محض. ما معمولا روزای یکشنبه اینجا مسافران میاریم که به مراسم دارن بتونن مراسمش بازدید داشته باشن. اینجا که داریم میریم همگی با هم دیگه میریم بالای چیز آرامگاه خود گریگور، اونجا هستیم چند دقیقه و خدمت شما عرض بکنم که برمیگردیم میریم روی صندلی‌ها، یک 5 دقیقه 10 دقیقه میشینیم از سکوت محض داخل کلیسا استفاده میکنیم. ببینید روز پنجشنبه اینا چرا روزای یکشنبه مجلس میگیرن؟ روزای پنجشنبه، روز پنجشنبه آخر سال بوده، حضرت عیسی مسیح میاد میگه شما جزء پیروان من شدین، یک جام شراب بده میگه اینو بخورید به خون من است، یک تیکه نون خشک میده میگه این جون من است، در بین شما کسی هست که امشب منو از بین میبره. و روزی است که میاد بهش میگن که عید مسیحیت، که روز عید مسیحیت پاک اعلام شده. مردم میان میبینن عیسی که صلیب کرده بودن صلیب هست ولی عیسی نیست. به روایت میگن عیسی عروج پیدا کرده. ولی روز بعد که میان پنجشنبه آخر وقت که میان کلیسا میبینن نیست، میفته روز جمعه مردم میان میرن تو خانه هاشون دعا میخونن، روز شنبه راه میفتن میان تخم مرغ بازی لباسای رنگارنگ تنشون میکنن و یک روز جدید اعلام میشه روز عید پاک مسیحیت. پس اینو در جای قرار بگیر. الان که ما داریم میریم داخل کلیسا، خواهش میکنم ازتون گوشی‌ها رو سایلنت. خانمای محترم که وارد میشن معمولا جلوی دم در تور هست، تور رو سرتون بندازین. اگرم تور نبود که مشکلی نیست، همه بی سر صدا بریم جلو اونجا رو بازدید بکنیم، برگردیم میام روی صندلی‌ها یک 5 دقیقه بشینیم، از کلیسا که بیایم بیرون، بعد حال و هوای همگیتون مشخص بشه شما چه حال و هوایی دارید. واقعا رو همه چیزا تاثیر. اجازه فیلم برداری هست یا نه؟ اجازه فیلم برداری هست. من بهتون میگم ببینم موقعیتش کی است، خودم بهتون اعلام میکنم فیلم بگیرین، عکسم وایسین، عکساتون هم بگیرید. فقط خواهشاً عکس که میخواین بگیرین پشت به کلیسا، پشت به چیز سن نکنید. اینا بی احترامی میدونن. پا رو پا نندازین، کلاه رو سرتون نباشه، عینک رو سر چشماتون نباشه. اینا که دارم میگم مراعات بکنید که مشکلی نباشه. بفرمایید.
همیشه دوست داشتم برم کلیسا و نوع عبادت مسیحی‌ها رو از نزدیک ببینم و خب خیلی برام جذابه، مخصوصاً که اومدیم بزرگترین کلیسای ارمنستان. این هم مقبره گریگور، سازنده و بنیانگذار این کلیساست که ساخت این کلیسا حدود 20 سال زمان برده. جایی که میفهمم میگم اون بچه ها اینا چیه می نویسیم؟ چیه خب؟ بدیم به من. آرزوامونو باید بنویسی. بنویس آرزواتو بنویس. این آرزوهای مردمه دیگه. اگه وایستا ببینم سطح سواد شو بدونم چرا مگه نباید بندازی داخل اون؟ همش آرزوهای من که نوشتم از خدا و پیامبرمون خواستم دیگه. نه به امید برآورده شدن. مسیحی میگی؟ نه مسلمونم. بریم بیرون و این قسمت از کلیسا هم که همه مردم شمع روشن می‌کردن به نیت برآورده شدن آرزوشون، که البته این موضوع یک موضوع جهانی و ربطی به دین و مذهب نداره. اگه تا به حال چیزی در مورد شمع نشنیدی برای آرزوهای برآورده شده، پیشنهاد میکنم حتما توی گوگل سرچ کنی و در موردش مطالعه کنی، چون تاثیر خیلی مستقیمی روی آرزوها داره. این هم از بزرگترین کلیسای ایروان که در موردش مطالب خیلی جالبی توی کپشن نوشتم. بلاگ بعدی در مورد یکی دیگه از جاذبه‌های خفن ارمنستانه که قراره حسابی خسته بشیم.